دوستان عزیز توجه میکنیم اکنون بر رقابت اولین نیمه نهایی وزن جمعی 100 کیلو. در آنجایی که پهلوان تاجیکستان این مرحله را چگونه سپری کرد، در دور اول آزاد بود، دوم فوفن را مغلوب کرد و بعدا پهلوان امارات متحده عرب را و نهایتا کک او را دچار ناکامی کرد و به این مرحله نیمه نهایی راه خود را هموار نمود. تدی رینر، این چهره شناخته، سرجایزه ترین پهلوان جودوی جهان محسوب می آمد. این چهره هم نماینده رومانیا را در دیدار اول شکست کرد، پهلوان پولش را در دور دوم، ورزشکار مغولستان را در دور سوم و سعید را در بخوری های 4-1 نهایی دچار ناکامی کرد و به مرحله نیمه نهایی این مسابقات با شکوه جهانی راه پیدا کرد. خیلی صحیفه تاریخ و نیروسنجی عبرت بخش 2 ستاره گویم هم اشتباه نیست. تیمور ما هم در صدر بهترین های دنیا قرار دارد، در مقام اول در رده‌بندی دنیا. اولین دیدار تاریخی تیمور رحیم با ستاره جودوی دنیا تدی رینر. آمادگی جسمانی پهلوان 34 ساله خیلی یک لحظه که دیدید که آمادگی جسمانی در روند تلاش، این چهره هم به همون حلوک بیرونه اعتبار علاهیده دارد و در این تلاشش الکی در دقیقه اول موفق شد و تیمور برای مدال برنجی البته مبارزه خواهد بود. تدی رینر در دقیقه اول ظفر یافت، به مرحله نهایی وزن جمعی 100 کیلو رفت و پهلوان جمهوری تاجیکستان برای مدال برنجی مبارزه می‌کند. پهلوان تاجیکستان باید به همین حرکت هایی که چون اینجا هم سرمربی اعتبار و اعتمادش به همین خاطر بود که روند مبارزه تدی رینر را هم نظارت کند. تیمور دستش آزاد بود، پرتافت تدی رینر در این جریان اکنون امتیازی ارزنده را به دست آورد. این لحظه که دیدیم و اکنون با رافائل سیلوای برزیلی ببینید که از میان حتی این حلوک بیرونه رو چگونه استفاده میکند، خیلی هم در سطح بلند. ورزشکار ما با رافائل سیلوا از برزیلیا برای مدال برنجی این مسابقات قهرمانی جهان رقابت